آقا عرض ادب دارم. خیلی ممنونم، زحمت کشیدین، تشریف بردین، منت گذاشتین، خوشحالیم. جناب آقای سقایی از استان خوزستان، شهر بهبهان. مثل سقایی خودتون معرفی کنید زحمت در ما. چند سال با ما دارین کار میکنین و اینکه چه دستگاهی از ما دارین و یه رزومه هم از خودتون. به نام خدا، محسن سقایی هستم. چیزی در حدود 25 سال سابقه کار بستنی رو دارم. با مهندس وفام فکر کنم بالای 14-15 سال باشه که آشنا هستم. دستگاه پختشون رو دارم. دستگاه پختشون از شیر سرکناشون هست که دارن کار میکنن. و یه خاطره کوچیک بگم از مهندس که ما ازشون خواستیم یه دستگاه پخت 1 تن برای ما درست کنن. خب کار بستنی خیلی سخته، همکاران قطعا اینو میدونن. زمانی که دستگاهشون اومد و ما نصب کردیم، از روز اولی که شروع کردیم به کار کردن، از همون روز اینا خدا شاهده جدی میگم، اینا میگفتم خدا پدر مادرش رو بیامرزه که این دستگاه رو درست کرد، دستش درد نکنه. شاید 1000 بار من این حرف رو زدم. واقعا دستتون درد نکنه، کیفیت محصولاتتون خیلی عالیه. تا الان ما که چیز بدی ندیدیم، همه چی عالی بوده و راضی هستیم. دمتون گرم. راجع به نقاط ضعف هم که با هم صحبت کردیم، ما خوشحال میشیم که گفتم به خودتون اگر چیزی هست که میتونه ما رو در جهت بهبود عملکرد و طراحی دستگاه کمک کنه، حتما به ما بگین. اینم باعث افتخارمونه. چند روز پیش من استوری گذاشتم آقای خدایاری هم مثلا توی استان فارس، ما سابقه همکاریامون داخل سازمان خیلی زیاده، هم سابقه دوستان و مشتریانمون بیرون سازمان خیلی زیاده. این به نظرم یه علاوه بر اعتبار بازاری که هست، این خودش این نشون میده که این مجموعه اعتبار خوب خدا رو شکر تونستیم توی نسل‌های مختلف به دست بیاریم. خیلی ازتون ممنونم اینکه افتخار دادین. روزانه فقط ما بگین چند تا تولید بستنی دارید شما؟ میانگین حدوداً 1 تن. 1 تن هم برای فروش خودتونه، هم برای پخش میدین. ولی یه نکته خیلی خوب که گفتیم، به نظرم خیلی بستنی فروشا، یعنی اصلا تو بیزینس ما جاش خالیه و اینم من فکر می‌کنم کف بازار سقایی کامل به نچه رسیده. یه جمله خیلی قشنگ، من مشتریمون من به هر کسی بستنی نمیدم، اون مشتریمو گلچین میکنه. یعنی اینکه بخشبندی مشتری‌ها رو خیلی قشنگ و حرفه‌ای به نظرم انجام دادیم. براتون آرزو موفقیت می‌کنم، امیدوارم که همیشه موفق باشین، پرروزی و پربرکت باشید. خیلی ممنونم. مرسی.